کارمندان میلیت ولایت مختار کوهستان بدخشان با برگزاری یک حشر دستجمعانه در روزهای استراحت 400 متر کانال شش خورق پایان را در موضع اندرستز تازه کردند. ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 12 اپریل در صحیفه‌اش در فیسبوک با نشر عکس‌های زیاد خبر داد که با سپارش رهبریت ریاست وزارت کارهای داخله کارمندان میلیت ولایت مختار کوهستان بدخشان هر هفته به حشر عمومی برآمده برای تازگی و انجام دادن کارهای آبادانی و بنیادکاری سهم بخصوص میگذارند. دوام روزهای گذشته جهت سر وقت شاداب گردیدن کوچه‌های محلی با اشتراک کارمندان میلیت بدخشان زمین در کانال محله شش خورق پایان حشر دستجمعانه برگزار گردید. باید ذکر کرد که تازه کردن پسمانده‌ها و پرتوها باعث افلاس گردیدن محیط زیست شده احتمالیت سرایتیابی ساکنان به هر گونه بیماری‌های سرایتی می‌گردد گفته می‌شود در اطلاعیه میلیت بدخشان.